امروز رسما محدودیت‌های هسته‌ای منقضی شد. سلام دوستان، امروز مصادف با 18 اکتبر دقیقاً روزیه که ایران اعلام کرده دیگه به محدودیت‌های هسته‌ای پایبند نیست. این نه تنها فنیه، بلکه روابط ایران رو با غرب، با شرق و حتی منطقه تحت تاثیر قرار میده. توی این ویدیو قراره ما 3 بخش مهم رو بررسی کنیم: تاریخچه، انتقادات اجتماعی و مورد سوم آینده هسته‌ای ایران. چرا ایران دیگه به محدودیت‌های هسته‌ای پایبند نیست؟ بهتر این موضوع رو از اول نگاه کنیم، یعنی با تمرکز بر روی برجام نکبت که این روزا خیلی راجع بهش صحبت میکنم. در سال 2015 برجام بین ایران و گروه 5+1 امضا شد با این هدف که محدودیت‌هایی برای هسته‌ای ایران شکل بگیره و تحریم‌های ایران به شکلی رفع بشه. این توافق روابط رو با غرب موقتاً بهبود بخشید. صادرات نفت بیشتر شد و سرمایه‌گذاری خارجی هم در پی اون افزایش پیدا کرد. اما توی سال 2018 ترامپ از این توافق خارج شد و تحریم‌های حداکثری رو برگردوند و این امر باعث شد که تنش‌ها بین ایران و اروپا بالا بره و ایران به سمت چین و روسیه سوق پیدا کنه. یکی از یوتیوبرها میگفت چون ایران به سمت شرق رفته بیننده ها لایک نمیکنه. چین و روسیه از برنامه هسته‌ای ایران دفاع کردن، اما نه کامل، چون ایران رو به عنوان یه اهرم در برابر غرب میبینن. اما در منطقه هسته‌ای باعث ایجاد تنش بین ایران و عربستان و اسرائیل شد که حتی باعث شد اونا به تأسیسات نتنز حمله کنن. اخیراً بحث‌هایی مثل انتقاد ظریف از روسیه که میگه روس‌ها مخالف ارتباط ایران با دنیا هستن نشون میده هسته‌ای چقدر روابط رو پیچیده کرده. اما بخش دوم، هسته‌ای ایران رو قوی‌تر کرده یا فقیرتر؟ به نظرم الان بهتره انتقادهای مردم رو بررسی کنیم، چرا که مردم از هسته‌ای به عنوان خسارت محض اسم میبرن. برنامه هسته‌ای ایران هزینه‌های خیلی زیادی داشته و از طرفی تحریم‌ها رو زیاد کرده. تحریم‌ها باعث افزایش تورم میشه. تورم باعث کمبود دارو، زندگی سخت‌تر و انزوای اقتصادی مردم میشه. این انزوای اقتصادی باعث نمیشه تا ویدیو رو لایک نکنیم. خب حالا 2 سناریو داریم. توی حالت اول که دنیا دست از سر منبعی به خوشگلی به نام ایران بر میداره که فکر نکنه. توی حالت دوم ایران به سمت شرق میره. به سمت شرق میره تا دنیای خودشونو بسازن. دنیایی جدا از غرب. یکی از یوتیوبران میگفت چون ایران به سمت شرق رفته مخاطبا اصلا لایک نمیکنن ویدیوها رو.